پشت پرده غرب امروز برای شما آشکار میشه. دست پشت پرده‌ای که داره خیلی از مسائل رو به زعم خودش پیش میبره و داره یک سری اتفاقات رو رقم میزنه. شبکه فاکس نیوز چی داره میگه؟ میگه ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون میگه انگیزه تمام این آشوب‌ها یک چیزه. It is the 12th Imam. The 12th Imam. یعنی از این واضح‌تر دیگه نمیشه. امام 12. اینجا تخت سیاهشو نصف میکنه، بعد این طرف می‌نویسه مهدی، نشوناشو می‌نویسه، اون طرف می‌نویسه چی؟ دجال. بعد نشونه‌های دجال رو می‌نویسه. بعد چه نتیجه میگیره؟ مهدی زبانم لال همان دجال است. مسلمانان منتظر کیان؟ دجال. خیلی عجیبه. میگه که مهدی آنتی کرایسته، ضد مسیح دجاله و کنار او یه پیغمبر دروغین هم ظاهر میشه. اونم کیه؟ حضرت عیسی که با حضرت مهدی میگن با هم. ببین چطور آماده کردن خودشونو برای ظهور و مهدویت رو اینا به مضحکی گرفتن و بس بدونید دست پشت پرده اتفاقات دنیا اینان. اینها تخت سیاه. اینو من عبارتش رو بخونم. Where is خراسان؟ خراسان کجاست؟ What is ISIS؟ ISIS چیه؟ ISIS. Do they match؟ آیا این دوتا با هم مچن؟ چی؟ داعش با کجا؟ خراسان. خراسان با داعش چه ربطی داره؟ دوزاری داره میفته یا نه؟ یکی از نشانه های ظهور چیه؟ پرچم های سیاه خراسان که در کجا ظهور میکنه؟ در عراق. از سر اتفاق شانسی اینا دیگه ما تبع اون توطئه داریم. داعش هم دقیقا تو عراق هم. از اون اتفاقی که پرچماش هم سیاه هم. درست شد؟ از اون اتفاقی تا این اتفاقی پرچماشون هم چیه؟ سیاه. خب تا ته ماجرا معلوم شد این تکفیری ها منتظر کیان؟ مهدی هن. چون امامشون سر میبره اینا هم از الان دارن چی؟ حالا یه همچین مردم دنیا اون مسیحی ها به جای اینکه منتظر امام مهدی و حضرت مسیح علیهم السلام باشن دقیقاً فکر میکنن این دوتا چیشونن؟ دشمنشون. اگرم ظهور بکنن همون اول شمشیر میکشن جلوی. بعد ما لالمونی گرفتیم نشستیم سر جا. اینطور امام زمان ما تحت حجمه رسانه‌ای. حتما باید حجمه شمشیر باشه تا بفهمی؟ آقا چیکار کنیم؟ کلیپ بسازید. اینترنت رو پر کنید. از شبکه‌های مجازی که اینا ساختن و علیه خودشون استفاده بکنید. که اون اروپایی بگه آقا بگید دروغ دارن بهتون میگن. اصلا امام مهدی بیاد با شما نمیجنگه. امام مهدی بیاد با کی میجنگه؟ با داعشی‌ها میجنگه. چون امام زمان اولین جنگش با کیاست؟ با سفیانیه. ما تطبیق نمیدیم، اما اگه قرار داعش شبیه به چیزی باشه به منتظران مهدی شبیه نیست. به چی شبیه؟ به سفیانی بیشتر شبیه. و جالبی تو روایت‌های ما میگه سفیانی و دجال دستشون توی کاسه است. و جالبتر باز میگه وقتی اینا مهدی و مسیحی رو بگن میشن نعوذ بالله دجال و یکی میشه دستیار دجال، باید یه مسیح مثلا قلابی رو کنه به عنوان مسیح اصلی دیگه. درسته؟ جالب ما تو روایت‌ها مسیح دجال هم داریم. مسیحی که دجال بگن متوجه شد چی شد؟ ببین امام زمان و حضرت مسیح منجیای واقعی هن. میگن یه نفرم میاد خودشون مسیح جا میزنه که اینو کی رو کرده؟ دجال. الان اینا میبینید چی میگن؟ میگن اون مهدی دجال، مسیح دستیارشه، مسیح واقعی دست ماست. کاملا برابر چرخوندن. به اینترنت که دسترسی دارید زیر نویس کنید انگلیسی
عربی، فرانسه، هرچی بلدید کلیپ بسازید، خب معرفی کنید کیو؟ همان کسی که چی؟ ترحو اوریان قتلو عطشان، امام حسین رو معرفی کنید و به مردم دنیا بفهمونید. بگید آی مردم دنیا، ما منتظر همین آقاییم، او با شماها کاری نداره، با بچه کشا کار داره، با هیچ کدوم. آی مردم دنیا، ما منتظر اون آقایی هستیم که همین داعشیان ما رو دارن میکشن، دستشون برسه زبان املال او رو هم میخوان به شهادت برسونن. پس او حسابش جداست. اینا پرچم‌های سیاه نیستن. اگر هم کسی بخواد پرچم‌های سیاه باشه، ماهاییم که پرچم عزای حسین در روز اربعین به دست گرفتیم. امام حسین رو معرفی کنید، به مردم دنیا بگید، انگلیسی بلدید، بگید ما منتظر son of منیم، پسر انسان که تو انجیل آمده، 85 بار اسمش اومده و قطعا اون عیسی نیست، چون عیسی son of گاده، پسر خدا. خدای ما حکیم بود، میخواست اسم بیاره، میدونست اینا بعدن به عیسی میگن خان بگن خدا، به منجی نگفت، منجی گفت چی؟ son of من، پسر انسان. اون آیه انجیل رو براش بیارید که حضرت عیسی میگه من و پسر انسان با هم میاییم. بگیم تو منتظر son of God باش، ما منتظر کیم؟ son of منیم. son of من با مسیحی ها کاری نداریم، بهشون بگید. پر کنید به انگلیسی، بزنید به زبان بگید آقا who is امام حسین؟ امام حسین کیه؟ who is مهدی؟ who is son of man؟ اینا که معرفی کنید، پخش کنید. یه زبان این ساده انگلیسی میخواد، همه بلدن، خیلی کلاس زبان میرن و این چیزا ساده، خیلی نمیخواد پیچیده باشه. بلد نیستید برید پول بدید جارو ترجمه بگید این کلیپ زیرنویس فارسی شده برای ما دقیق انگلیسی ترجمه کن. یکی بعد دستتون برمیاد که هیچ کدوم این دستتون بر نمیاد. کلیپ کسی دیگه تولید کرده پخش کن تو اینترنت. نمیشه هیچ کاری ازت بر نیاد. پیام کربلا رو که میتونی به گوش مردم دنیا برسونی، کاری که حضرت زینب انجام داد. این وظیفه من تو امروز. کلام دور امام حسین ما اومده گفته آقا دین ندارید. خیلی قشنگه حرفا. چرا؟ چون خیلی کسایی که مخاطب ما امروز دین ندارن تو دنیا. میگیم آزاد مرد باشید، بچه رو کشتن نامردی. وظیفمون عزیزم، ما اون دنیا پوستمون رو میکنن اگه همین 4 تا کار آسون هم انجام ندیم. برید با مرامای دنیا رو پیدا کنید، برید حرای دنیا رو پیدا کنید. خوشگل کلام حسینی رو برسونی، کفشاشو میندازه تو گردنش برمیگرده. پس اینه که امام حسین میشه کلید رمز ظهور.